کانال یوتیوبی ما 101 قصه برنامه امروزی ما ترتیب نماز خواندن. در یک روز 5 وقت بامداد، پیشین، عصر، شام و خفتن نماز خواندن برای هر یک مسلمان فرض است. بعد از طهارت با جامه پاک در جای پاک ایستاده روی به طرف قبله کرده نیت کند. نیت کردم بگذارم سنت فرض ویتری نماز بامداد، پیشین، عصر، شام و خفتن وقتی که بر من است روی آوردم به قبله من به جهت کعبه. اگر به امام اقتدا کند اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده گوید خالص لله تعالی. بعد الله اکبر گفته سری نرنگوش دو دستش را به نرمی گوش میرساند. زنها درون کف به طرف قبله کرده دو دست را برابر کتف بردارند. این عمل را از این سبب تکبیر تحریمه گویند که اعتباراً از این تکبیر گپ زدن، طعام خوردن و غیره حرام گردد. دست راست را به بالای دست چپ در زیر ناف ماند و دو چشمش را به سجدگاه دوخته ایستد. زنها دو دست را بر بالای سینه مانند. این حالت را قیام نامند. آگاه نمازخوان باید در قیام نظر به سجدگاه خود کنند. در رکوع نظر به انگشتان پای خود، در سجده نظر به نرمی بینی خود کند. چشمش را نپوشد که مکروه است. در قعده نظر به صندوق سینه ای کند. پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف خود فرمودند عبادت کنید الله تعالی را چنانه که میبینید او را، پس اگر نبینید او را او میبیند شما را. در قیام اول ثنا بخوانید. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه را بخواند. بعد از خواندن سوره فاتحه یکی از سوره های قرآن کریم را ضم نماید و بعد الله اکبر گوید. رکوع خم شده با دو دست سرهای زانویش را با انگشتان گیرد چنانه که میان انگشتان گشاده باشد. تخت پوشتش را به سرش برابر کند. زنان نسبت به مردان کمتر خم می شوند و 3 مرتبه سبحان ربی العظیم گوید. از این رکوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد گفته راست شود. اگر به امام اقتدا کرده باشد ربنا لك الحمد گوید. اگر خود امام باشد سمع الله لمن حمده گوید. باز الله اکبر گفته به سجده رود. دو زانو، دو دست، بینی و پیشانی را به زمین ماند. دو پای یعنی قدم را راست مانده کوشش کند که سر انگشتانش به سوی قبله باشد. شکمش را از رانش دور و کوا گیرد. اما زنان شکم را بران بچسبانند. در سجده 3 مرتبه سبحان ربی الاعلی گوید. بعد الله اکبر گفته بشیند. یک نفس خاموش و آرام نشسته دستان را با طرز آزاد برابر زانو میماند. این حالت را جلسه گویند. نگرید بر رسم. مردها پای چپ را پهن کرده و بالای او بشینند و پای راستش را بماند به این طریق که سر انگشتانش بر زمین باشد و سومی پای به بالا. دو دست را به بالای ران بماند. دستها باید برابر زانو باشند. اما زنها در بالای دنبه چپ نشسته دو پای را از جانب راست می بردارند. باز الله اکبر گفته به ترتیب بالا گذشته سجده کنند. در سجده 3 مرتبه سبحان ربی الاعلی گوید. با همین راه رکعت یکم به آخر می رسد. از سجده دوم الله اکبر گفته راست شود و در قیام با آدابانه ایستاده اول سوره فاتحه و یکی از سوره ها را بخواند. باز الله اکبر گفته بر رکوع می رود. 3 مرتبه سبحان ربی العظیم گوید. از این رکوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد گفته راست شود.
الله اکبر گفته به سجده می رود. 3 مرتبه سبحان ربی الاعلی گوید. بعد الله اکبر گفته بنشیند. 1 نفس خاموش و آرام نشسته دستان را با طرز آزاد برابر زانو میماند. الله اکبر گفته بار دوم هم به سجده رود. 3 مرتبه سبحان ربی الاعلی گوید. از سجده دوم الله اکبر گفته سرش را از سجده بردارد و با آدابانه در قعده نشیند. در این حالت تشهد میخواند. بعد تشهد را خواند. اگر نماز 2 رکعتی باشد بعد از تشهد صلوات و دعا میخواند. بعد به طرف راست سرش را گردانیده چنانه که کتفش را بیند السلام علیکم و رحمت الله گوید و به طرف چپش هم همین خیل سلام داده برآید. بعداً دعا کند. نگرید بر رسمها. با همین 2 رکعت نماز ما به آخر رسید. برادران در شبکه ما ابونه شده از دیگر ویدیوهای ما بخبر نمانید. میخواهم در آخر 1 شعر را برایتان قرائت کنم. روزی مشهر که جان گداز بود اولین پرسیش از نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشدت توفیق. خیر تا برنامه های دیگر با ما باشید. کانال یوتیوبی ما 101 قصه.